زندگی تکرار تو خودشه. میخوابی، بیدار میشی، قرص میخوری، آب میخوری، غذا میخوری، کار میکنی، خرید میکنی، همش تکراره. اگه امید نباشه تحملش نمیشه کرد. اگه کسایی که دوستشون داری نباشن نمیشه تحملش کرد. حالا اینکه چرا ما نیمکت ضعیفی داریم، ببینید وقتی ما بازیکن لیگ برتری برداریم میاریم اینجا و هیچ ارقی به این شهر نداره، با قراردادش کار میکنه. ها خیر باشه. کجا؟ دارم میبرمش دکتر. از باباش اجازه گرفتی؟ خاله من مادرشم، نیاز به اجازه باباش ندارم. دخترم یا شر به پا میکنه. خجالت نمیکشی؟ چرا نمیری دختر تا خونه مردم ورداری بیاری؟ چیه مگه دختر خونه مادرشه؟ چیه؟ نفهم مادرش شوهر داره. برو ورد دخترت بیار. زشته حرفایی نزن. یارو آدم خوبیه. فقط بدبین نباش. بس دیگه. این بچه به کی برده؟ عین هم آقا خدا بیامرزشه. بس دیگه. من خب میدونم این حرفای لیلا گذاشته تو دهنت. بس. به خدا لیلا غیرتش بهتره. نه بس میکنی یا نه؟ به خدا سرمو میذارم توی دیوار، مخم بپاشه رو زمینا. بس دیگه. کاش که ورزش هم داشتی. بفرما آقا سامی، حرفتو بزن. بفرما. او چی میخوای بگی؟ برات یه پیشنهاد دارم. چه پیشنهادی؟ پیشنهاد کار. چه کاری؟ مربیگری. تو برای ما پیشنهاد مربیگری داری؟ آفرین. بچه تیمی؟ کفیشه. کفیشه؟ از نظر شما هم مربی خوب آبادانم و شما به ما میخوای لطف کنیم و بیا مربی تیم محله‌ای بشم به اسم کفیشه. عزیز هست. عزیز کینه برداشته. این قلبش هنوز پاک نشده. ما این چیزها رو چجوری باید به شما بگم؟ خودش شلوغش کرد. دعوا درست که از شیشه شکست به بابام فوش داد. تو اینو میدونستی؟ بابام یه سال انداختش زندان. بس به خاطر شما رفت زندان. 10 سال دارم از این قرصه میخورم. مجبورم. میدونی چرا؟ نترس. هروئین نیست. قرص ترکه. این قرص رو میخورم که امثال شما هم منو تحقیر نکنه. چقدر بده آدم جلوی چشه باباش کار بد بکنه. چرا آمدم اینجا؟ چرا آوردم اینجا؟ پدر زود تنهام گذاشتی. منم خیلی وقت تنهات گذاشتم. کاش میشد کار بدی هیچ وقت ازم سر نزنه. من موقع معتاد نبودم. مثل بچه آدم رفتم خواستگاری. دخترمونو میخواست. چی؟ دخترمونو میخواست. هاشتران نامردی کرد. دخترش به ما نداد. زندگی ما شد این. نمیخوای که مشکلات زندگی تو بعد 12 سال بندازی گردن ما؟ اگه میشد که خوب بود، ولی همه چی گردن خودمه. آقای عزیزی برومند. بفهم. آقا این حکم جلب شما صدای آقای باید با ما تشریف بیارید. لطفاً سیلیچ موتورتون رو بدید. ولی چاچی شده. شما تشریف بیارید توضیح میدم. دستمند چرا میده؟ ایشون باید الگوی مردم باشه، نه که بره درختای منابع طبیعی رو قطع کنه. ایشون شاکی داره، شاکیش دولتیه، از ایشون فیلم گرفتن. بابام من سند گذاری ضمانت آزاد شده. فکر کنم امشب باید بموند. کاش که میفهمیدم عشق چیه. کاش که میفهمیدم عشق با چی درست کرده. اصلا چیه؟ هواه، مایه، خونه، رگه، بغضه، چیه؟ چرا من نفهمیدمش؟ اصلا من تا آمدم بفهمش پرید و رفت. باشه آقا جون، باشه بریم. چی شد؟ هیچی جریمت کرد. چقدر؟ زیاد.